درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز اومدم توی طبیعت یه برنامه شکار سنگ داریم. یه چند سنگ پیدا کردم واسه آموزش، بهتون نشون میدم که چطوری تشخیص بدید سنگا رو بشناسید. با من همراه باشید. خب دوستان عزیزم، اولین موردی که باید توجه کنید، ببینید امروز آب این رودخونه پایینه و توی این حاشیه، یعنی در بستر این سنگ ها ما قطعا میتونیم سنگ های خوبی پیدا کنیم. به این نکته دقت داشته باشید تا در ادامه بهتون بگم. خب عزیزان، این فضا رو ببینید، سنگ های خوبی ما میتونیم اینجا پیدا کنیم. دنبال سنگ های رنگی آنچنانی نباشید، چون معمولا جاسپرها رنگی هستن. حالا همه جاسپرها هم ارزش قیمتی ندارن، بیشتر سنگ هایی که پوسته های سفید دارن و نمونه هاشو من بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من توی این فضایی که داشتم میگشتم، چیزایی که پیدا کردم، این یه سنگ عقیقه و اینم یه شیشه است. دیدید من آب ریختم روی این شیشه، چقدر رنگش تغییر کرده. این که سنگ نیست، خیلی ها اینو اشتباه میگیرن با سنگ قیمتی، ولی این یه سنگ عقیقه. من اینو میبرم زیر نور بهتون نشون میدم و با هم دیگه بررسیش میکنیم. عزیزان، همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، توی پیجم توضیح دادم، برای پیدا کردن سنگ های خیلی خاص باید توی مناطقی باشیم که قبلا ثبت شده و میدونیم که توی اون مناطق سنگ های خاص وجود داره. ولی چون همه دسترسی ندارن، من آموزشی شکار سنگ کنار حاشیه رودخونه رو بیشتر گذاشتم. به این علت هستش که من اینا رو میذارم که شما معمولا توی تفریحاتی که میرین، جاهایی که میرین، بتونید سنگ هایی رو پیدا کنید و واسه خودتون جمع آوری کنید. خب عزیزان، مشخصه دیگه سنگ عقیق عبور نور هستش. میبینید این سنگ عبور نور داره و سنگ با کیفیتی هستش. من اینو میبرمش کارگاه، واسه شما تراش میدم. باور کنید که چه نگین های جذاب و خوبی به ما خواهد داد این کار و شما به راحتی میتونید سنگ های مورد علاقتون رو اینجوری پیدا کنید و ازشون استفاده کنید. با من همراه باشید.